در اینجا از احتمال وقوع جنگی سخت در خاورمیانه گفتند. در جلسه شورای امنیتی سازمان ملل در شهر نیویورک، دبیرکلی سازمان گفت جهان و منطقه تاب و توان جنگی دیگری را ندارند. خاورمیانه در ورطه قرار دارد. مردم منطقه در روبروی یک جنگ ویرانگر و وسیع هستند. حالا فرصت فرونشاندن شدت رسیده است. حالا فرصت خویشتن‌داری کامل است. بعد حمله ایران که خطر جنگ وسیع در خاورمیانه را زیاد کرد، اسرائیل گفت در نهایت پیروز می شود. و قول حکومت اسرائیل، ایران به این کشور با بیشتر از 300 پهپاد و موشک ضربه زده است. حمله نخستین ایران از قلمروش به یک کشور دیگر. از نظر استراتژی امنیتی، نشان دهنده شدت دادن وضع و علامت وهم‌انگیز باوری بیش از حد ایران به خود است. عین زمان بیانگر استراتژی سیاسی است که میل ایران به ریسک‌های بیشتر را نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل گفت که تقریبا همه موشک و پهپادهای ایران را در هوا زدن نابود کردند. با اندیشه من سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی خواست با این حمله ظاهرا محدود نشان دهد که قادر است فضای اسرائیل را رخنه کند. به سابقه آنچه است که ایران هیچگاه از قلمرو خود به یک هدف حمله نکرده است. تهران گفت که حمله پاسخ به ضربه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه است. پیش از حمله نیز آمریکا و همسایگانش را در جریان گذاشته است. به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت رویارویی هنوز تمام نشده است. به فکر من حکومت اسرائیل در اندیشه دو پاسخ است. اول حمله هوایی مستقیم به ایران، دوم حمله به حزب الله در لبنان. به فکر من احتمال دومی بیشتر است. با اوج گرفتن تنش‌ها، کشورهای جهان خواستار خویشتن‌داری طرف‌های درگیر شدند. درخواست اکثریت دیپلمات‌ها در جلسه شورای امنیت نیز راه ندادن به شدت گرفتن وضع و تبدیل آن به یک جنگ دیگر بود.